چرا ایران زرتشتی مسلمان شد؟ ایرانی ها رفتن طرف حضرت علی. چرا؟ برای عدل علی به باوری اعتقاد داشت که یک مسلمان باید وقتی که یک خار در پای یک زن یهودی است ناراحت بشه و سعی کنه این خار رو از پای زن یهودی در بیاره. این تفکری نبود که عمر داشت، ولی تفکر اسلامی بود. بعد یواش یواش اصلا زورخانه وارد کردن، موسیقی وارد کردن. موسیقی در اسلام عمری ممنوع بود ولی در اسلام واقعی ممنوع نبود. این خلاصه در یک کلام ایرانی مسلمان شد ولی عرب نشد. فرهنگ خودش، سنت خودش، آداب خودش، عید نوروز خودش، چهارشنبه سوری خودش، جشنها و چیزهای میهنی خودش رو نگه داشت، در حالی که بسیاری از کشورها مسلمان شدن، عرب هم شدن.